بیننده های عزیز، سلام و درود. امروز دوشنبه چندم سرطان؟ 15 سرطان 1405 و 6 جون 2026. ما در منطقه برمک هستیم، حصه 2 بیسود که مشرف به دریای هلمند است. شاید در قسمت بالاتر از بالایی در واقع برمک هستیم، آخرای دره. روبرو دو تا تعمیر نسبتا خوبی را که میبینید. اولی یا اونم آخری مدرسه علمی است که جناب آقای اخلاقی در اونجا تدریس داره و مسئولیت داره. یک مدرسه نسبتا خوبیه که 74 نفر در اونجا مشغول تحصیل، یک تعدادی کمتر از 20 نفر خانم ها هم هستن. این طرفترش تعمیر سفید که میبینین مکتبی منطقه است، تعمیر نسبتا خوب، امکانات نسبتا مناسب. و اینی دره را که میبینین یک دره بسیار زیبا و خاک خوب، آب تقریبا کافی، اگرچه که بعضی جاها مردم مجبور به زدن چاه شده برای تامین آب، ولی خب آبش هم نسبتا خوبه. تمام تپه ها، کوه ها خاک بسیار خوب، حاصل خیز، با پوشش گیاهی بسیار مناسب. این ادامه در است. خب اینی هم یک دوراهی است در حقیقت که در را دو تا میشه، یکی دست راست یکی دست چپ میره. انتهای از او ظاهرا طولانی نسبتا اونو در دست چپ. اینی دسته در دست راست به هر حال تا نوکی قله ها که پیش میره. پشت از او جرقه برجگه مربوط به ولایت غزنی است. و اینی جرقه برجگه هم از امی مسیر، از امی سرکای خاکی آرام آرام دیگه در شاهراه، در سرکی که از کنار دریای هلمند میره به این وصل میشه و مسیرش کوتاه‌تر و به هر حال به کابل دسترسیش سهل‌تر و بهتر میشه. این منطقه جناب آقای اخلاقی و دوستایشان و مدرسه ایشان است. برمک مربوط قوم دهقان است، توابع ولسوالی مرکزی بیسود. بله، یک بخش از منطقه قوم دهقان است. این منطقه قوم دهقان به هر حال یک ساحه کلان را اینا در واقع ساکن هستند. یک منطقه نسبتا ناسیه که ما یک بخش کوچکش میبینیم. این ساختمان جدیدی که همین پایینتر دیده میشه در دو بلاک، در واقع بازار نو برمک، بالا سر برمک که میبینین تعداد دکان ها در اینجا ساخته شده، کاملا نو. ما چند دقیقه بعد از نزدیک میره میتونیم که تصویر برداری کنیم که ببینین که پایسنگ بازار منطقه گذاشته شده.